دوستان عزیز، بازم سلام. دوستان، من که این حیوانو دارم میبرم، ایشالله که خوب بشه و دوباره بتونه پرواز کنه. یعنی واقعا از اون موقعی که من این حیوانو دیدم با این حالش، اونقدر یا حالم از خودم و این دنیا به هم میخوره، اصلا نمیشه تو این دنیا زندگی کرد با این آدمایی که نه به انسانش دلشون میسوزه نه به حیوانش. واقعا دوره بدی شده، روزگار بدی داریم که نه به انسانش دلمون میسوزه نه به حیوانش. به خدا این حیوان هزینه زیادی نداره درمونش، ولی همین که دوباره پرواز کنه همینش برام بسه. هم ثوابش که خدا برام بنویسه برام از همه چی بالاتر. ولی خیلی نامردیم ما آدما.